سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری خسته نباشید. خوبید؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حمادی هستم از ایران. بفرمایید برادر گرامی. آقای انصاری میخواستم بگم که اینا مبنای دینشون بر تقیه است، بر دروغگویی، بر دغل‌بازیه. درست. خب چیز عجیبی نیست، این دروغگویی تو خونشونه. یعنی که بیان یه دروغ اینجا بدن این چیز عادیه. بله. شما وقتی ببینید بیان به صحابه، به امهات المؤمنین اهانت بدن، فحش بدن، اونم به نام دین، به نام حب اهل البیت. درست. خب درست. و بیان و همونطور که میدونید اهانت به امهات المؤمنین و صحابه مقدمی است برای اهانت به کتاب و سنت. بله کاملا. چون اونا کسایی بودن که این کتاب و سنت رو به ما انتقال داد و قشنگ اونا همین کار هم کردن و اومدن به کتاب و سنت هم اهانت کردن و طعن زدن. درست. اینا به قرآن ایمان ندارن. درست. شما میتونید از همینا بپرسین، بهشون بگین این مهدی موعود شما قراره کتابی با خودش بیاره، قرآنی با خودش بیاره؟ بهتون میگن بله. پس آیا این قرآنی که بر قلب حضرت محمد نازل شد چه مشکلی داره؟ این چی میشه؟ درست. اینا مال مردم رو میخورن به نام خمس، به نام دین، زنا میکنن به نام دین. درست. نمیدونم دیگه. الله متعال هدایتشون بده. اگر قابل هدایت هستن، اگر قابل هدایت نیستن، شرشون اثر ملت شریف ایران دور کنن. اینا دارن لجبازی میکنن. آقای انصاری من خودم شیعه هستم، شیعه متاسفم بودم و هدایت یافتم. اینم از برنامه شما، برنامه خوب شما. برنامه شما خیلی جواب داده، خیلی تأثیر داشته. به خاطر همین دارن دست و پا میزنن که قطع کنن. درست. الله متعال حفظتون کنه. خیلی ممنون هستم از این برنامه خیلی خوبتون. سلامت باشید. و از شما هم یه چیزی خواستم شما شباهت‌های شیعه با نصارا رو هم نشون بدین در عقیده و در افعال. درست. واقعا با نصارا شباهت دارن. حتما انشالله. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. تشکر شما برادر عزیز. خدا نگهدارتون. الله متعال.